سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از توجه هستین، جور و صحت سلامت باشین و از شما تشکر میکنم از اینکه ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از یوسف قاسمی می باشه که ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. ز بعد ما نه سرا و نه خانه میماند. متاسفانه طبق معمول ما در قسمت از اینکه شعر از کی است و کمپوزیتور از آهنگ کی است هیچ معلومات ندارم. دوستای عزیز اگر شما میفهمیدین لطفا ما را هم همچنان در جریان بگذارین. این آهنگ زیبا مربوط راگ شیورنجانی می باشه که شیورنجانی مربوط تات کافی است و اگر ما اسی بخوانیم راگ شیورنجانی ما چه رقم شکل داره. البته راگ 5 سوره است اصلا، ولی ما همچنان در استفاده شده، ولی احساس راگ مو چیزی که باید باشه است. سا ری گا پا دا سا سا دا پا دا ری سا سا ری گا پا دا سا سا دا پا دا ری سا. اینتروی آهنگ از اینمی سی ماینر کورد شروع میشه و از گه شروع میشه. آستای آهنگ از اینمی سی ماینر کورد شروع میشه. ز بعد ما از سر شروع میشه. ز بعد ما نه سرا و نه خانه میماند. ز بعد ما نه سرا و نه خانه میماند. همین غزل که سرودم نشانم میماند. بعد ما نه سرا و نه خانه میماند. این حال اولا یقن گوشت کار میکنم. ز بعد ما نه سرا و نه خانه میماند. همین غزل که سرودم نشانم میماند. ز بعد ما نه سرا و نه خانه میماند. شما دیدین که در قسمت همچنان ما استفاده شد در آرو. بعد از آستایی آهنگ دمی سی ماینر کورد استارت میشه و انترلود آهنگ ما امو قسمتی که انترویش از امور استفاده کردیم و امی میلودی که خود آهنگ میخوانم امیر استفاده کردیم.
البته در وقتی که آهنگ خوانده میشه تال از این کهرواسته، وقتی که در میلودیش میشه باز وقت ریتمشه اما سرعتش تمپوی ریتم زیاد میشه، یعنی از کهروا به گده تبدیل میشه. اما 4/4 تایم سیگنیچر است اما تمپوی زیاد میشه. بعد از انترلود آهنگ دوباره سر از سی ماینور کورد استارت میشه و از امینجا انتری آهنگ خوانده میشه. انتری آهنگ سی ماینور کورد ما اینورژن میشه، اینی پای ما اینجا اینطور. شما میتونین که پر امینجا بگیرین و امینجا بگیرین، اما آهنگ از اینجا خوانده میشه از لاور اکتیف. چونیست اهل قناعت نمیشود قانع، چونیست اهل قناعت نمیشود قانع. بهانه این قسمتش هم همچون از پا شروع میشه اما از پای میدل اکتیف. بهانه جو به کجا بی بهانه میمانم، زباد ما نسرا و نخوانم میمانم. خب امرا یک انگشت. چونیست اهل قناعت نمیشود قانع، بهانه جو به کجا بی بهانه میمانم، زبد ما نسرا و نخوانم میمانم. آهنگ تمام میشه دوستای عزیز. این تمام آهنگ بود. امیدوار هستم که شما با بزرگواریتان کاستی های ویدیو رو لطفاً ببخشین. همونطوری که گفتم پیشتر ریتم از این 4/4 تایم سیگنیچر هست. میریم و ما ایره در کهروا تمرین میکنیم.